فصل 9. حفاظت از انرژی‌های روانی. بگذارید چند کلمه‌ای در ارتباط با حفاظت از اتر و انرژی‌های روانی بگوییم. کار سختی است که یک محافظ قوی در برابر انرژی ذهنی، هیجانی و جنسی دیگران ایجاد کنید. بخش قابل توجهی از دنیای اتری فراتر از درک ماست و همگی ما در یک مولکول واحد از ذهن و هیجانات جمعی قرار داریم. همه ما یک انرژی واحد انسانی هستیم و از نظر متافیزیکی سرنوشت و انرژیمان در هم آمیخته است. مثلا من دیدم وقتی دو نفر از کنار هم با فاصله نسبتا کمی عبور می کنند، کالبد اتری یکی مال دیگری را پس می زند. بنابراین به این نتیجه رسیدم که اگر شما محکم با اراده و از نظر هیجانی روی خودتان کنترل داشته باشید و درک خوبی از خود بی‌نهایتتان داشته باشید، منجر به اعتماد به نفسی در شما می شود که از انرژی شما در برابر الگوهای نامنظم انرژی که در حالت عادی دائما در محیط پخش می شوند محافظت می کند. روش دفاعی شما از ثبات و قدرت بی صدا و دیسیپلین داشتن و توانایی کنترل خودتان است. در این حالت کالبد اتری دیگران وقتی از کنارشان رد می شوید با اتر شما تداخل نخواهد کرد و کما نمی کند. علاوه بر این، اگر شما عشق به بشریت را از خودتان ساطع کنید و مقاومت کمی از خودتان نشان دهید، انرژی که به سمت شما می آید غالباً مستقیم از درون شما رد می شود و جایی برای چسبیدن پیدا نمی کند. به دلیل نگرش معنوی شما و عشقی که ساطع می کنید، ارتعاش شما با انرژی مضمحل شونده ایگو همراستانی است. به عنوان مثال، اگر شما به دنبال شریک جنسی نباشید، غیر ممکن است که شخص دیگری بتواند تصویری جنسی از شما حتی برای لحظه‌ای در ذهن ایجاد کند. در این حالت هر تصویر ذهنی مرتبط در چشم به هم زدنی ناپدید می شود. بنابراین روش دفاعی شما این است که تا حد امکان از انتقاد و قضاوت درباره دیگران و دشمنی و نفرت اجتناب کنید. بهترین دفاع نداشتن هیچ چیز برای دفاع کردن است. هرچه شما بیشتر در به اصطلاح واقعیت که وابسته به قضاوت و تعاریف است قفل نشده باشید، مجهولتر می شوید که این نوعی غیر قابل دیده شدن است. شما هم اینجا هستید و هم اینجا نیستید، هم در تکامل بشریت و هم به دور از آن. به لطف آفریدگار اعتماد کنید تا از شما حفاظت کند. این کار را خواهد کرد. و در نهایت بخشی از دیسیپلین روزانه شما باید این باشد که در سکوت عشق و آرامش را به سوی هر آن کس که در طول روز می‌بینید بفرستید. همچنانی که از کنار آدم‌ها در خیابان رد می‌شوید، به چشمانشان نگاه کنید و در دلتان بگویید عشق و آن را به سمت قلب آنها بفرستید. این کار را در قبال همه کس بدون استثناء انجام دهید و خواهید دید که به مرور توانایی عظیمی در پذیرش بدون شرط دیگران به دست خواهید آورد که بهترین راه دفاعی شماست.